سلام رفقا داشتم میگفت سلام رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. من علی هستم. امروز اومدیم با یک ویدیو جدید. بریم. البته حالا قبل از اینکه ببینیم بریم و اینا، من یه چیزی بهتون بگم. بک‌گراند جدید رو خوشتون میاد یا نه؟ آقا شرمنده اگه مثلا دوربین بعد کج صاف نور توشه، نور اینوره نور اونوره، شرمنده. من الان بخوام بهتون نشون بدم مثلا این دوربینی که الان دارید منو میبینید و بخوام بهتون نشون بدم تو چه حالتی نگرش داشتم، مثلا هیچی، اصلا دیگه خیلی اوضاعش خرابه. و اینکه تحمل کنید درست میشه به زود. 2 نفر اینجا آوردم من، 2 نفر که از وقتی که من شروع کردم نزدیک یک چند سال 2-3 سال پیش توی آپارات بودم. البته موقع اشتباهی کردیم رفتیم آپارات، ولی خب حالا داشتم میگفتم از بدن ورود من به این عرصه تولید محتوا، او مای گاد، تا الان همیشه با هم بودن و هستن و خواهم بود. 2 نفری که واقعا خیلی دوستشون دارم، این شما و این چیکار داریم؟ چه جستیه زشت. این چه جستیه؟ خجالت بکشم. ویدیو بازلایتره ولی مناطق محروم. الان احساس میکنم صدام نمیاد. بذار بشینم. صدا میاد احساس که حالا دیگه واقعا نمیاد احتمال. و این اصلا شاید فکر کنی اصلا ویدیو بازلایترن، اینا شاید شبیه اونا باشن ولی اونا نیستن. اینا اسمای خاص خودشونو دارن و نه تنها اسم خاص خودشونو دارن بلکه لقب خاص خودشون هم دارن. شاید برای تو عجیب باشه، برای خود منم عجیبه، چون همین الان اینو من میگم مناطق محروم. وقتی میگم مناطق محروم فکر نکن دارم چرت و پرت میگم، مطمئن باش دارم چرا وودی، این وودیه. اینم همون بازلایتر مناطق خدازده است، بازلایتر دابل شیشه رو نگاه. پروازم میکنه بازدایکره بودی. اینا همستن که هم بازن، هم عروسک بازن، هم جنس خود. 6 دقیقه است دارم چرت و پرت میگم. حالا ویدیو چیه؟ اصلا اینا رو بخیال. ویدیو چیه؟ اومدیم که بریم موکبانگای ایرانی، خارجی، وطنی ببینیم. اینجا دیگه شطرنجی نمیکنن. ژاپنی چینی ها همه چیز میگردن بیشرفا. بچه‌ها اگه هنوز منو سابسکرایب نکردید خواهشاً سابسکرایب کنید، لایک هم بزنید، تنگش کامنت هم بذارید. دمتون گرمه. یه 2 دقیقه کار طول نمیکشه دیگه تا من اینو میارم بالا، اینا رو ببینیم انجام بدید. امیدوارم که انجام داده باشه دیگه. خیلی سریع بردم. برو بریم برای اولین ویدیو. این موکبانگ چجوریه بچه؟ من خودم ندیدم مثلا خیلی. الان موکبانگ اینو چیز میخوره. چه میخوره آجی؟ حال میکنی ها چرا؟ چه صدای توف. بریم یه دونه دیگه ببینیم این چجوریه. سوخاری میخوره، چیکن، انگوها. ای با صدا رو کم کنم، چه روماخه. اه حالم به هم خورد. این چیه جلو هشباه؟ چیه اینا؟ کیفیتش پایینه چرا؟ همین بابا سوسیسو تندش کرده. 40 ثانیه است هر کدوم. حاجی واقعا چندش آقا جلو بینی بخوری. چی کارایی میشه پول در آورد؟ بشینی بخوری پول در بیاری. عجب. تنده اینا فکر کنم. حاجی گیر کرد دهنش. چه اینجوریه؟ چرا اینجوریه اینا؟ همینم تموم شد مثل اینکه. اوه این عجب چیزیه. مغزم مورد چیز قرار گرفت. کوفته چه کوف.
صورتیه این چرا؟ چی میخوره آجی؟ تاکو به اینا میگفتن؟ چی؟ همچین انی بود اسمش. تمام شد. بچه نگاه میکنه اگه منم بشینم بخورم براتون چیزی. ایوه تم کریسمس یا خدا چی خرچنگه. چیه این لابستر به اینا میگفتن؟ نمیدونم چی میگن. او چقدر بزرگه این، ترسناکه. چجوری اینو تو میخوری؟ چینی های ژاپنی های. این دیگه بعدش اومد دیگه. این چیه؟ وای آجی چجوری داره میخوری ببارم. خوشمزه است بچه به نظرتون این چیزا بخوره آدم؟ صدا رو زیاد کنم یکم اذیت چیم. تا آخر زیاد میکنم. وای آجی این چرا اینجوری ترشه؟ شیرینه، تنده، حلخه، خامه. بابا آخه من میخوام فوش برم نمیدم. دیدی من چقدر بچه صاف و صادق و پاکیم. یه همون صورتی هست بکنم. نه اون نیست. کیفیتش پایینه این چرا؟ سیب زمینیه اینا جی؟ کیفیت اینا پایینه چرا؟ حاجی میکروفون رو کجاشون کردن حاجی؟ اینا تو حلقش میکروفون فکر کنم. خب کی اینجا میخواد؟ چیه این؟ بابا بیا برو چبانگر. او حاجی این چیز خوبیه. غذا رو دارم میگم، من به نسبت غذا دارم میگم. نگاه میکروفون حاجی، نخوری میکروفون اشتباهی. خوشمزه است. سر تکون میدی. داری به چی میمالی الان؟ اونو رو به چی مالیدی الان؟ اینو به چی مالید؟ اوه حاجی دهنو. این کیفیتش خوبه. این چی؟ به داره برگ حاجی. اونقدر از این سوخاری سیبا خوشم میاد واقعا. جالبه. چرا بقیه صورتشون نشون نمیده ولی لبشون نشون میده. همون صورتیه بوده بچه به قرمز شده. ما این چند حاجی نودل این. نودل با پنیره مثل این که. نودل که اینجوری صدا نمیده. باید بدونم مرد یا زن حاجی اینجوریه. زن این چی داره میخوری تو؟ مزخرف ترین چیز دنیاست موکبانگ. اینو نگاه. این ترای هارده. صدا قورت دادنشون هم دیگه داره میاد. پاک کن خب دور دهنتو کن. مثلا نظر بازداشتی رو ببینم چیه؟ نظر شما چیه بچه؟ اصلا نگاه نمیکنه دیگه. بذار کلاشو بردارم. بذار کلاشو بردارم تا آخر ویدیو مجبوری نگاه کنی. الان کلاشو بهت نمیدم. عروسک آزاری. نظرتون رو راستی نگفتی. نظرش چیه؟ بطوشه برو باشه کن. احساس بدی دارم بچه. احساس خیلی بدی دارم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. پیازه لاشه. لاشکر صورتی. حاجی دلم خواست تخمه دیگه الان دیگه حسن خوشم نمیاد بخورم. و این ایرانی بازم چند تا ایرانی بریم. بیوا چرا عربه یا ایرانی نمیدونم. مای ساز چی اسمر. مای اسمر عرب. میگو داره میخوره میگو.
واقعا مثلا سیبا اینجوری حال میده به نظرم، سیب سخاری. و هر موقع میگم سیب برمیدارم میخورن ها. ای از قصد این کارو میکنن. کدوم دوست داشتین بخورین شما بچه‌ها؟ با کدوم حال میکنید؟ تو چی؟ نپخته حاجی، این نپخته. چی خوشمه نپخته، الان قشنگ معلوم اون نپخته، داخلش خیسه، خون داره انگار توش. نپخته بود به درد نخور. بکره ما خریم. این چی حاجی؟ چه چیز گنده انداخته رو میز بخوره. ای بابا این همون مایه از عربت رو کنم. گنده انداخته جلوشو، فشاری هم میده میخوره. خار نون آورد جلو چشمش. نوشابه قشنگ گازش پریده و چجوری اینا رو میخوره حاجی؟ گنده رو میخوره؟ عجب. ما بریم نودل ببینیم. چه قیافه از من زیباتری داره این. کیف تو اون قیافه، کیف پولم تو قیافه. چقدر چندش حاجی، این چیه؟ همین منو مسخره میکنی؟ نودل میخورن همشون. 5 کیلو آرو دهن رو نگاه. چقدر وا شد. انگوش بزنی رو صورتش میکنم تا اینجا مثلا سفید شه. انگار یه لایه از رو صورتش فقط چیزه سفید. پنکیک میگه نمیدونم چی میگه. اونه ایوه چنگالی که کیکیه. کیکی نی مدلش هم کیکی. چیه این اصلا؟ این خوردن الان داره، یعنی یه پختی اصلا آفت گری داری میخوری. کردم یکی دیگه داره میذاره دهنش خودش داره. ایوه صدا سگ در میاره، نگاه کنی بچه اینو. سگ بیا بیا. چیه این؟ چی داری میخوری تو؟ این حالت به هم نمیخوره؟ برای این خوشحالی؟ اصلا معلوم نیست چه موجودی. این تخم مرغ فکر کنم اینا، یا سیبه. تخم مرغ. واقعا آجی برای خودم متاسفم که دارم این ویدیو رو نگاه میکنم و دارم ویدیوش میکنم. قارچ شد. کنم اینا نوعی قارچ باشم بچه، البته نمیدونم چیه. دارم گو میخورم حالا که قند خون به روایت تصویر قند خونه. بچه شیرینی واقعا خوشمزه است، ولی آجی این هر کی بخوره اینو میمیره. من مطمئنم میمیره هر کی اینو کامل بخوره. اصلا واقعا نمیدونم، بستنی و نمیدونم کیک و توف تو ذاتت. بابا آدم میمیره این همه شکلات، این همه اصلا شکلاتش و هیچی، از همین شیرینیایی که داری میخوری خود کیک اصلا. این چجوری اینا نمیرن بیمارستان؟ چجوری اینا بالا نمیارن؟ چجوری اینا زندن هنوز؟ کنم آخرین ویدیوش این. چند دقیقه میخواد؟ 12 دقیقه 2 دقیقه داره. بیا برو بابا بسه. شرف اوه این زیاد میخوره. واقعا فکر کنم بچه همه رو خورد. بذار من یه دقیقه برم آخرش ببینم چقدرش میمونه. همه رو خوردی؟ چی فکر کنم چیه این؟ واو شدم به قرآن مردم. اینا از بودن البته نشدم. لاغرم هست این بیشرف. این چجوری الان این همه میخوره و لاغره؟ یا خدا چه میخوره این؟ تخم مرغ؟ این تخم شتر مرغ؟ این تخم یکی دیگه است. برنجو ببین، شیر برنج این به هر حال دیگه باید برنجو با این دوتا انشون باید یه جوری بخورن دیگه با هم دیگه. بیشرفات میپاشن روش مرداشون، زناشون هم اینجوری میچسبن میخورن.
سوسیس تو قیافت چینی پاره نشدی؟ داره فکر کنم همونو اونجا رو ماندارین میبینیم پایین داره میرینه همونو یعنی داره میخوره شاید قطع کردن نصفشو و همونو داره میرینه یعنی همونو داره میاد پایین اونور وگرنه اینو اصلا هیچ کی نمیتونه بخوره انقدر چیزو بابا داریم تو دیگه کی هستی تو رو قرآن برنج خام با گونی باورم نمیشه همینه دیگه اینجوری شدی چیه خب اینجوری نمیخوره آدم بابا این چیه توف تو ذاتت ریدم دهنت حیف اون میکروفونی که تو گردن تخیلیته واقعا توف تو این وضعیت من دیگه ادامه نمیدم بس کن آقا بس کن این بازی کثیف و بس کن خب رفقا این بود آقا از این ویدیو دیگه این من کارشون دارم بذار ویدیو رو ببندم دیگه این چرت و پرتا نگم به ما این بودی بیشرف و اینکه آره دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه آقا یکی دو نفر یه نفر دیگه ساب کنه میشیم 120 نفر واقعا حال میده دمتون گرمه مرسی از حمایتاتون و اینکه تو کامنت ها خواهشن انتقادی پیشنهادی هرچی دارید بگید و موضوعی چیزی بگید من استفاده کنم دمتون گرم واقعا مرسی که ویدیو رو دیدید تا ویدیو بعدی میبینمتون فعلا خدا حافظ